چه خبر؟ خوش اومدید به خوشحال کننده ترین خبر همستر کامبت. شاید بچه میبینین که اینجا چی نوشته؟ نمیدونم بچه ها راستش، ولی اینجا فقط در همین حد میدونم که 3 روز دیگه بخش سیزن اول همستر یعنی 3 روز دیگه همستر کامبت بخش اولش به پایان میرسه و بچه ها فقط تا 3 روز وقت دارین. بچه ها نمیدونم کد مرس بزنین، کارتا رو ارتقا بدین بچه ها، چون که اگه از این 3 روز بگذر یعنی دیگه از این 3 روز دیگه همستر کامبت نمیتونین هیچ کاری توش بکنین، فقط 3 روز وقت دارین. بچه حتما این ویدیو رو تا آخر ببینین، به خاطر اینه که بچه تو این ویدیو میخوام بهتون بگم چیکارا باید بکنین که تو این 3 روز کلی پروفیت و اینا بگیرین. بچه ما روی میزنیم و پولمون رو میگیریم و اولین شاید بچه خیلیاتون بگین که تو که خیلی چیز داشتی، تو که خیلی سکه داشتی. من به خاطر این سکم خرج کردم که برای پروفیت، ولی بچه حتما این کاری که میگم تو این ویدیو انجام بدین که سهم خیلی زیاد اول از همه که مهمترین بس پروفیتتونه. من بچه خودم تمام سعیام میکنم پروفیتمو ای بابا هیچ کدوم از اینم نمیشه. پروفیتم من تمام سعیم میکنم که به 3 میلیون برسونمش. خدا کنه بچه ها بتونم به 3 میلیون برسون. اولین کاری که باید بکنین به نظر من پروفیتتون رو تا جایی که میتونین رو بتونم گفتم مهمترین چیز توی همستر کامبت، خود همستر کامبت اومده اعلام کرده. چقدر بچه سرعت اینترنت ضعیفه. مهمترین چیز توی همستر کامبت پروفیته که بچه نظر شخصی من اینه که پروفیتتون رو حداقل میدونم خیلی سخته، ولی تمام سعیتون رو کنین که 1 میلیون حداقل فکر کنین، بیشترم که چه بهتر. بچه به نظر من حتما پروفیتتون رو زیاد کنین. دوباره میگم مهمترین چیز توی همستر کامبت پروفیته. خب بچه دومین چیز که بچه این کارته که فقط 3 تا کارت مونده. من همه فقط میخوام 5 میلیون یا 2-3 میلیون نگه دارم همینجوری باشه سکه. میخوام همه رو خرج پروفیت کنم. بهتونم دوباره میگم مهمترین بخش پروفیته. کمبو کارتا این 3 روز رو حتما انجام بدین. کد مرس 3 روز رو حتما خودم میشه گفت همه کمبو قاطی کردم کد مرسا رو انجام بدین. و بچه میشه گفت نمیدونم چندمین چیز این به این بخش این مهمترینش پروفیت. یکی پایین‌ترم این بخشه که بچه حتما به کانال تلگرام همستر یعنی یعنی اضافه شین، دنبال کنین، یوتیوبش رو دنبال کنین. اینو نمیدونم بچه چیه، اینا رو ایکسش رو دنبال کنین یا همه اینا رو سعی کنین تیک بخوره. به خصوص بچه ها این چیزای یوتیوبش حتما همه ویدیوهای یوتیوبش رو ببینین، همه ویدیوهاشو. تو این 3 روز هر ویدیوی گذاشت فکر کنم کلنم یه رو سعی کنین بچه ها 6 تا یا 6-7 تا ویدیویی که حتما 6-7 تا رو ببینید. کلا هم رو هم 12 دقیقه است همه ویدیوها. یعنی فکر کنم یه ویدیوش 3 دقیقه، یه ویدیو فارسی 3 دقیقه، یه ویدیو انگلیسیش هم که 9 دقیقه است. حتما بچه همه اونا رو ببینین و بچه این بازی ها رو خیلی جدی بگیرین. بازی ها رو حتما بچه حتی شده 2-3 تاشم انجام بدین. به نظر من بچه من خودم تمام سعیام میکنم حداقل یه 10 تا فرندی اد کنیم. و بچه اینم بهتون بگم اگه
حتما یه بهتون شاید بگم از پروفیت یه کوچولو مهمتر اینه که کیف همستر رو به کیف پول بس کنید. حتما من یه ویدیو هم ساختم، دوباره لینکشو این بالا میذارم، حتما برین رو ببینید، همسترتون رو به کیف پول وصل کنید. حتما همسترتون رو به کیف پول وصل کنید، چون که اگه وصل نکنی موقع برداشتش ممکنه اصلا هیچی سهمی بهتون ند. پس فهمیدیم بهتون مهمترینش اینه که کیف پولتون رو وصل کنید. یکی مهم، یعنی یکم رولش پایین، نه اینجوری میگم، دهمی اینه که همین مثلا چیز کلیدار و اینا رو بگیرین. بعدش بچه‌ها و همین اینجوری بگم، مهمترین چیزش اینه که این کیف پولتون رو وصل کنین. یکی از این کم مهمتر پروفیتتونه. اینا رو همه چیزایی که تو این ویدیو گفتم انجام بدید. خدا کنه بچه‌ها، دعا میکنم که میبینم که 8 روز مونده تا لیست شدن کامل همستر کامبت. دعا میکنم که برای همه شما عزیزانی که همستر دارین یه پول خیلی زیادی به همتون بده. دستتون به همتون و به همه مردم کل دنیا. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، آرزومندم کلی بهتون دلار و توکن بده. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، ممنون میشم همین الان ویدیو لایک کنین، سابسکرایب کنین، زنگوله کنار سابسکرایب فعال کنین تا من هر وقت ویدیو جدید گذاشتم نوتیفیکیشنش براتون ارسال شه، بتونین بیان این ویدیو ببینید. دستتون در نکنه. تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا خدافظ.